حقایق عجیب و باور نکردنی احمد ظاهر که احتمالاً نمیدانستید. سلام دوستان و همراهان عزیز، به چینل پرژن سیتی خوش آمدید. لطفاً قبل از ادامه این ویدیو چینل پرژن سیتی را سابسکرایب کنید تا از ویدیوهای جدید ما نیز با خبر شوید. در ادامه با پرژن سیتی همراه باشید. الماس شرق، سلطان صدا، محبوب دلها احمد ظاهر، هنرمند نامآشنا و سرشناس افغانستان، در سال 1946 میلادی در شهر کابل افغانستان دیده به جهان گشود. پدرش عبدالظاهر صدر اعظم محمد ظاهر شاه پادشاه وقت افغانستان بود. احمد ظاهر خوانندگی را از سن 15 سالگی در لیسه حبیبیه آغاز کرد. ماندولین اولین آله احمد ظاهر و هدیه پدرش به او بود. او در ادامه گیتار و تنبور را نیز فرا گرفت. احمد ظاهر یک خواهر به نام ظاهره ظاهر دارد. اون نخستین زن افغان است که موهای دو رئیس جمهور آمریکا دونالد ریگان و جورج بوش را نیز اصلاح میکرد. احمد ظاهر جدا از این که به زبان فارسی، دری، پشتو و اردو به طور کامل آشنایی داشت، او همچنان به زبان انگلیسی نیز صحبت میکرد و از این رشته لیسانس کارشناسی دارد. او بعد از این که از هندوستان به افغانستان آمد، در کابل تایمز به عنوان روزنامه‌نگار آغاز به کار کرد، اما خیلی زود از این مکلفیت استعفا داد و به فعالیت‌های هنری خود مشغول گردید. اولین آلبوم احمد ظاهر در رادیو کابل ضبط شد. در واقع این نخستین آلبوم احمد ظاهر بود که در ژانر موسیقی غربی قرار گرفت. دومین آلبوم احمد ظاهر باز هم در رادیو کابل ضبط و به دست نشر سپرده شد که بیشتر مورد توجه مردم قرار گرفت. احمد ظاهر اولین شخصی بود که آلات موسیقی غربی را در افغانستان هدیه آورد. از او 395 ترانه بجا مانده است که از این میان 171 آن در استودیوی افغان موزیک در 14 آلبوم به ثبت رسیده است. احمد ظاهر در سال 1351 خورشیدی لقب بهترین آوازخوان سال افغانستان را نیز به دست آورد. جالب است بدانید احمد ظاهر تنها 2 آهنگ تصویری ثبت شده دارد و جالبتر و دیوانه کننده تر این که من هم مانند شما به این فکر بودم که او فارسی زبان و تاجیک است، چون بیشتر آهنگهایش به زبان فارسی خوانده شده، اما او از قوم پشتون و پشتو زبان است. با این حال این مهم نیست و از هر قوم و نژادی که باشه برای ما قابل قدر و احترام است، چون همه اقوام افغانستان شریف و قابل قدر هستند. سلطان صدا احمد ظاهر 3 بار ازدواج کرده است که 1 پسر و 1 دختر دارد که همکنون در آمریکا زندگی می‌کنند. جالب است بدانید احمد ظاهر همیشه آرزو داشت دختر به نام شبنم داشته باشد، اما دخترش شبنم 1 روز بعد از مرگ احمد ظاهر متولد شد. با این وجود عشق و آزادگی مهمترین چیزی است که احمد ظاهر در ترانه‌هایش در آن پرداخته است. جالب است بدانید احمد ظاهر در محفل عروسیش که پادشاه وقت افغانستان محمد ظاهر شاه نیز حضور داشت، از همسرش خواست تا از بوسیدن دست ظاهر شاه که جزو رسوم آن زمان بود امتناع کند. به گفته دوستان و نزدیکان احمد ظاهر، از میان همه ترانه‌ها و آهنگ‌هایش که سروده بود، 1 آهنگش را همواره با خودش زمزمه می‌کرد. نغمه ای پادشاه خوبان داد از غم تنهایی. احمد ظاهر هرگز از نام و مقام پدرش استفاده سو نکرد، بل خودش در جایگاه بالاتری از پدرش قرار گرفت. اولین اقدام طالبان پس از بعد از گرفتن حکومت کابل تخریب و از بین بردن آرامگاه احمد ظاهر بود، اما با این وجود طالبان نتوانست حریف آواز و صدای پرشور احمد ظاهر شود. احمد ظاهر نازک و زودرنج بود و هرگز به حرمتی به خودش را تحمل نمی‌کرد و آنقدر به فقرا اهمیت میداد و آنان را چنان دوست داشت که گاهی اوقات پول کنسرت‌هایش را به فقرا می‌پرداخت. شایعات زیادی در مورد مرگ احمد ظاهر وجود دارد و یکی از این شایعات مرگ او به دست حفیظ الله امین زمامدار وقت تلقی می شود. گفته میشه او به محفل عروسی دختری حفیظ الله امین دعوت شده بود و برخی هم عقیده بر این دارند که دختر حفیظ الله امین پادشاه وقت افغانستان عاشق احمد ظاهر شده بود و حفیظ الله امین از این مسئله دل خوش نشان نداد و او را از بین برد. شایعه بزرگ دیگری که اوج گرفته بود و تاکنون همچنان وجود دارد مبنی بر این که بعد از وفات احمد ظاهر بیش از 90 شورت زنانه در حمام احمد ظاهر کشف و پیدا شده بود و این قضیه را بیشتر به مرگ احمد ظاهر مرتبط می‌کنند. گویا احمد ظاهر از دختران جوان و باکره استفاده سو می‌کرد و دختران هم با دل و جان می‌پذیرفتند. اما باید گفت که این همه شاید حرف پوچ بیش نباشد، اما ممکن است همچنان واقعیت داشته باشد و اگر این طور باشد واقعا شوکه کننده است. با این حال 40 سال از مرگ سلطان صدا احمد ظاهر می‌گذرد، اما یادی او در قلب و ذهن مردم است و حتی در میان نسل جدید طرفداران بیشماری دارد. و در فرجام باید گفت احمد ظاهر تاکنون همچنان یکی از پرطرفدارترین و محبوبترین هنرمند در افغانستان لقب گرفته است و تا ابد محبوب و پرطرفدار باقی خواهد ماند.
امیدوار هستم این ویدیو مورد پسندتان واقع شده باشد. لطفاً برای حمایت از ما چینل پیجان سیتی را سابسکرایب کنید و پرسش ها و دیدگاه هایتان را در بخش کامنت برای ما نیز بنویسید. تا یک ویدیوی جذاب دیگر، خدا نگهدار.